این زندگی اکسیری دیگر میخواهد. این فلسفه تفسیری دیگر میخواهد. با میخی نو و خشت کهن نو نشود. این خانه که تعمیری دیگر میخواهد. خب حالا موقع زیایی در برابر سیاست حکومت بحث‌های زیاد رو به وجود آورده است. شما نماینده همان قشر هستید. اینتلیجنس به نظر شما زیایی که شما نماینده این قشر هستید در برابر سیاست حکومت باید چی موقع داشته باشد؟ آن طرفدارانه باشد یا مخالف؟ با چیزی خوبش طرفدارانه باشد. اگر باشد با چیزی بدش باید که مقابلت کنید. که زیایی یعنی چراغ در تاریکی. فهمیدی؟ من خیال میکنم که ما از جنگ دهشتناکی برادرکشی برآمدیم. تحمیلی بود یا از قشاقی بود یا که از مثلا نادانی بود. ما از جنگ دهشتناکی برآمدیم که هر یک خانواده قربانی دارد و همین ترس و هراس حالی هم پیش از همه از بس که زیایی ها این چراغا رو کشتن. من این جنگ چراغ کش میگم، جنگ شهروندی تاجیکستان. این زیایی ها در اون صفحه بودن که اکثرش قربان شدن. حالی همون ترس هراس در خونشون هست. بعد ببینید من نامش نمیگیرم، یک ملتی هست که در اروپا هر جنگی که سر شد از دروازه همون گذشت و در اومد و از دروازه هم بیرون شد. نام این ملت نمیگیرم. حاضر همون ملت اگر درش تق کنی باز نمیکنه. یعنی که تو با من کاردار نباش باز تو کستی. و زیایی ما هم حالی همون ترس و هراسی که شب می اومدن و می بردن و می کشتنشون. خود من دفنم در اومدن از موری کشتن نامشون میدونم. حکومت هم میدوند نام قتل من. هیچ کار نکرد. من میخوام بگم که هیچ کارشون هم نکنه چون که هم قربانی بودیم. من میخوام بگم که زیایی هنوز ترس و هراس دارد. یکم اینکه زیاییاش اکثر زیایی نیستن، دیگر اینکه بی‌هنرن، دیگر اینکه با مقابل همه عرف و عادت‌های ما اونا اکثرش میبره میخوان که یک قانون روغنی داشته باشن. مثلا چند بار شنیدم که از طرف رهبریت سیاسی کشور برای تعیین موضوع حرکت‌های شدن، تعیین موضوع برای مثلا شاعران، نویسندگان. شما نیز در این واخوریا بودید. کدام موضوع مثلا به نظرتون درست است که برای ادبیات نیز مثل استحصال پخته دورنما تعیین کنن؟ کلا ندرسته. باید هیچ کس موضوع پیشنهاد نکنه. من گفتم درباره اندیشه حتی با بچهای خودمون ما اندیشه کردن یا دادن نمیتونیم. موضوع این اندیشه است. هر یک شاعر نویسنده از اتفاق نویسنده است، شاعر است، جایزه دارد. او باید که بس خانه خودش جواب دهد. همون چیزی رو بگه که جمعیت امروز نیاز دارد یا که از جمعیت بگیرد. تنقید هم باشد. نه من تماما کلا این کار تو سعیدی شورای کرد و یک سبب از من رفتنش هم. حالا می توانیم بگیم که در تاجیکستان وضعیتی هست که مثلا شاعر از گفتن موضوعی به سبب امنیت پرهیز میکند. اگر هست آنها کدام موضوع است؟ ما دیگر رو نمیدونم. من نه در دوران شوروی نه در این دور نه در دوره آینده که به 1000 سال ممکن بعد ما یگان نشده است که ما موضوعی داشته باشیم. من اگر گرفتار کند ما از اون نگفته باشم. گفتن دیگر است و اون چاپ کردن دیگر. من کتاب چاپ کردگی زیاد دارم. یک رمان دارم با نام مهراب از دوران شوروی. وقتی که باید گوری مادرش بکنه آواز سرتید اونجا مسئله روغن نبود. یعنی میگم آدمی که راضی میشد برای گوری مادرش کندن و همه گوری همه کار امر میکنه. به همین موضوع یعنی که موضوع برای من هیچ اهمیت ندارد. جرأت هم اهمیت ندارد. در اینجا هنر و ایمانی نویسنده کار میکرد. میگید که هستن خیلی نویسنده اینا خیلی هستن. اولی که اونو نویسنده و شاعر نیستن. همونا رو همچون نویسنده و شاعر ما پیشنهاد میکنیم. مردمی که حافظ سعدی و شاهنامه دارد و مولانا دارد اونا همونا شاعر میگه. بگن چی میگن دیگه مردم اونا رو نگوش میکنن.